تک تیراندازان. از چپ به راست. شما دوتا به کامیون شلیک کنید. یکی راننده رو هدف بگیره و اون یکی کمک راننده رو. به دستور من همه با هم. آماده؟ 3 2 1. تیر کدومتون خطا رفته؟ پناه بگیرید! سلام پایین! دایونگ حاضر. خپل حاضر. جو حاضر. لیسر حاضر. سون حاضر. بازی حاضر. یی حاضر. جون حاضر. گوی حاضر. حرکت. خبردار. آزادیم. اینجا چی کار میکنی سرباز؟ دستور جدید کاپیتان. 20 دقیقه دیگه حرکت میکنیم. دستور کی؟ جان سرباز با تجربه‌ای بود که مدت طولانی در تعقیب گروه باندیا بوده. مثل هنرمندی که کمین کرده و منتظر به تصویر کشیدن شاهکار هنریشه. در نزدی؟ این همونیه که بدون اجازه من اسیر کردی؟ کلی سختی کشیدی که زنده بمونه. حالا میخوای بدش به دشمن؟ ما برای دشمن کمی میکنیم. یه سرباز معمولی چرا انقدر واسات مهمه؟ سوال منو جواب ندادی. بهش نیاز دارم. برای چی؟ خودت چی فکر میکنی؟ تو چند ماهه که داری تعقیبشون میکنی. برای این مقاله نقشتو خراب کرد نه؟ من میدونم چی میخوای جان. سرتیتر روزنامه نیویورک تایمز: تک تیرانداز میهم پرست آمریکایی فرشته مرگ چینی را کشت. ولی اینجوری دیگه به هدفت نمیرسی. شورا تصمیم گرفته زنده دستگیر کردنش برامون منفعت سیاسی بیشتری داره. پس یه حرفه فرستادن، چون کسی رو ندارم که از پسش بر بیاد. یعنی اینجا ندارم. تو بالاخره خراب میکنی و من تا اون موقع اینجا منتظرت هستم. تو نباید فراموش کنی جان، این جنگه نه زمین بازی. من فرمانده یه گروه تک تیراندازم و تک تکشون بیشتر از تو تجربه دارن. پس نفعی دیگه که تصمیم گرفتیم مثل بچه‌ها بیا اینجا و منو تهدید کنی، یادت باشه که من از کی دستور میگیرم، چون اون تو نیستی. ریوفان معنی چیه؟ نگران نباش، معنی خوبی داره. دروغ نگو. ریو ژانگ. به نظر اسم جالبی نیست. از کجا میدونی بچه از قرار جالب باشه؟ نه. طرز فکرمون فرق داره. منظورت چیه؟ خودت چی فکر میکنی؟ داره بهت میگه بی سواد. به من چه که سواد داری؟ هر وقت سیتا آمریکایی کشتی با هم حرف بزن. سیتا که سخت نیست، مخصوصا اگه دوربین داشته باشی. میگم جو، فکر میکنی گروهان دوربینشو به من بده؟ مگه خوابشو ببینی؟ دوربین عموم به من میرسه. خیلی وقت چشم دنبالشه. جوخه 50 یه مأموریت داریم. تو این دره به 2 تا از مامورای اطلاعاتیمون حمله کردن. ما باید برشون گردونیم. گروهان
شما اسمشون رو میدونی؟ خودتو ناراحت نکن، تو اینجا میمونی. باید مصاحبه کنی. من مصاحبه کنم؟ تو تحصیل کردی؟ آبروی جوخه رو نبود. قربان. آزاد. ولی قرار نبود با ایشون مصاحبه کنیم قربان. ایشون یکی از سربازای جوخه پنجم هستن. چند دایونگ با تحصیلات دبیرستانی، ولی ترک تحصیل کرد تا به ارتش کشورش خدمت کنه. گروبانی خودش تیراندازی رو بهش آموزش داده. بهترین سرباز جوخه ما. ولی وقتی صحبت کردیم چندین بار گفتم میخوام با گروبان ولی لیو. ایشون مأموریت هستن. دایونگ هم دست کمی نداره. ایشون چشمایی بسیار تیزی داره و تیراندازیش هم به اندازه گروهبان خوبه. این بچه پتانسیل بالایی داره. پس کی میتونیم با گروهبان صحبت کنیم؟ ایشون بلافاصله بعد از برگشت در خدمت شما. شما قول دادینا. خیلی خوب، سرباز بشین. بفرمایید. باشه. سرباز دایونگ، شما چه آرزویی دارین؟ یه لبخند. اینکه گروهبان لیو لبخند بزنه. گروهبان لیو سخت گیره. تا حالا لبخندشو ندیدم. چون خیلی اذیتش میکنی. طبق گفته گروهبان لیو، این پسر یکم سوسوله. منظورتون اینه که حساسه؟ عضو جوخه پنجم افسانه‌ای بودن چه حسی داره؟ ناراحت کننده است. و چرا ناراحت کننده؟ ناراحتم چون منو جا گذاشتن. اینطوری فکر نکن. ولی واقعیت داره. اون نیروهایی که دیروز بهشون حمله کردن، لیانگ هم بینشون بوده. بفرمایید، دیدیم بهتون گفتم خیلی سوسوله. لیانگ کیه؟ از دوران کودکی هم کلاسی بودن، با هم داوطلبانه عضو ارتش شدن. هر دوشون سربازای گروهبان هستن. سوزمان اجازه بدیم من برم. این لیان کیه؟ اونی که کره‌ای بلده. درست وقتی تو اومدی رفت تو بخش جاسوسی. خپل چون آمد چیزی راجع به خانوادم ننوشته بودن. سقف خونتون سوراخ شده. چی؟ یعنی ایشکی نیست بزنم کمک کنه؟ از برادرش کمک خواست. اونم براش درست میکنه. ای بازی، دستکشام سوراخ شده. مال خودتو بده من. تو که استفاده نمیکنی. اونا رو روی دستکشی که زنم دوخته میپوشن. گروهبان صدفاً اجازه داد بیا؟ بله. دوباره گریه کردی درسته؟ دستکشاتو بپوش. خودشونه. حرکت کنید. من دایونگ و لیسر نظارت میکنیم. گروهبان چیه؟ منم میخوام برم.
مرحله اول انجام شد. آماده مرحله دوم بشین. بچه ها کی میتونه پشت صخره شمالی رو ببینه؟ فکر کنم دندان ما. دایون جو بریم پشت صخره. لعنت تکون نخورین. اینا حرفه‌این، اونقدر تکون نخور. جعبه کمک های اولیه دست کیه؟ باید جلوی خونریزی سونو بگیرم. دست منه، الان پرتش میکنم. اومدم. بذارید بیاد نزدیکتر. من اینجا. بگیر. لعنت بهتون. درست اومده. خپل و شما ستا با دستور من شروع به تیراندازی کنین. حتی اگه نمیتونین بزنین نشون بدین کدوم سمتن. باشه. دایونگ نور دوربینش رو پیدا کن. از حقه قاشق استفاده کن، همونی که یادت داده. لعنتی. آتش! این حقه دیگه قدیمی شده. حتما شوخیت گرفته. آتش بس! دایونگ گزارش! 3 تا تکتیر انداز تو سنگر مرکزی که با هم 20 متر فاصله دارن. برامون کمین کرده بودن. جود دایونگ با دستور من سریع عقب نشینی کنید. ولی عمو اگه حرکت کنیم کارمون تمومه. اگه اونجا بمونیدم کارتون تمومه. بعد از شمارش من بهم اطمینان کنید. شما دوتا هوامو داشته باشین. باشه. تیر حروم نکنید، نباید کم بیارید. پنج 4 3
شما زخمی نشدین؟ نه قربان. نه عمو. آشغال کله بوک، برای چی جعبه رو پرت کردی؟ ای بی فکر. محض اطلاعت میگم مرگی تقصیر توه. اونقدر گریه نکن، حتی یه قطره. حواست جمع. دن مرده، یه تیر زد وسط پیشونیش. خدای من. جک، همونیه که ما دنبالشیم. از کجا میدونی؟ همونطور که تو روزنامه نوشته بود هیچ کی مثل اون تیراندازی نمیکنه. تو همون زاویه‌ای بسته رو دیدی آره؟ حالا عقب نشینی میکنن و از پشت کوه فرار میکنن. نه اون جایی نمیره. من بیشتر نگران اون تومم. خیلی وقت این زمین خالی شده. لیانگ اینجا چی کار میکنه؟ گروبان این باغ جور در نمیاد. خب معلومه. اگه ساده بود که الان اینجا نبودیم. خوب گوش کنید، ما باید لیانگو برگردونیم، زنده یا مرده. نگاه کنید. یه پسری اهل کره شمالی بود که لیانگو میشناخت. اون شنیده بود که آمریکایی‌ها دیشب به لیانگ حمله کردن. پس اومده بود بهش سر بزنه. اون بچه دیگه به دیدن اجساد و خون عادت کرده بود. پس براش اهمیتی نداشت. اون فقط میخواست لیانگو برگردونه. هیچ کس شلیک نکنه. تکرار میکنم شلیک نکنید. ببینم جان، ما تمام شب اینجا تله گذاشتیم تا این بچه بیاد تومه ما رو بدزده. نگران نباش، من یه نقشه‌ای دارم. انگار اونم همین نقشه رو داره. میخوان لیانگ اینجا بمونه. چرا بچه رو گرفتن؟ یه نقشه کشیدن. اول باید لیانگو برگردونیم. آخه چطوری؟ تناب دادیم؟ بله. بهش میرسه؟ فکر کنم. قلاب چطور؟ نه منم ندارم. نه نه. گروبان سب کن.